از تحلیل‌های دقیق تا نظرات بی‌پرده، اینجا همه چیز داریم. و البته کلی طنز هوشمندانه که از دست ندید. سلام به شما. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق‌تری بندازیم به یه برنامه تلویزیونی واقع نما به اسم عشق ابدی. سلام. آره، یه برنامه که خب یه سری جوان ایرانی رو جمع کرده توی ویلا با این هدف که مثلا عشقشون رو پیدا کنن. دقیقاً، و منابع ما هم متن پیاده شده خود برنامه است. یعنی گفتگوها، اتفاقاتی که اون تو میفته. و هدفمون اینه که ببینیم این جوونا چطوری اصلا به رابطه نگاه میکنن، چه چالش‌هایی دارن. آره، و اینکه اصلا تو این محیط خاص دنبال عشق گشتن یعنی چی براشون. ببینیم چی از توش در میاد. خب پس از کجا شروع کنیم؟ شاید از همون اولش، یعنی آشنایی‌ها و کاپل شدن‌ها. آره خوبه. میبینیم که شرکت کننده ها میان، خب سنها مختلف، شغلا مختلف، از شهرهای متفاوت. و خیلی سریع انگار باید یه زوجی تشکیل بدن، یه فشاری حس میشه انگار. آره، بعضی انتخابام جالبه. مثلا علی و ماهرخ سر علاقه مشترک به موسیقی به هم وصل میشن انگار. یا مثلا امیرحسین و سودا شاید بیشتر یه حس آرامش اولیه از هم گرفتن، با اینکه اختلاف سنی هم دارن. همین دیگه، یعنی این انتخاب‌های اولیه که خب گاهی خیلی هم سریع و شاید سطحی به نظر میاد، قراره مثلا پایه یه رابطه جدی باشه. دقیقاً. و همزمان حرف از ایدئال هم زیاده. آره، حرف از تفاهم میزنن، از حمایت کردن، هدف مشترک داشتن تو زندگی، حتی ویژگی‌های ظاهری، مثلا یکی میگفت طرفم باید بور باشه، چشم روشن باشه و اینا. ولی نکته جالبش اینجاست که چقدر سریع فاصله بین این حرفا و اون چیزی که واقعا اتفاق میفته دیده میشه. آره دقیقاً. یعنی تو حرف یه چیزایی میگم ولی تو عمل خب بحثا شروع میشه. مثلا اون بحثی که آیا مردا واقعا زنا رو میشناسن، اون مثال کتاب خالی خیلی قابل تأمل بود به نظرم. آره، که مردا فکر میکنن کتاب خالیه و خودشون باید پرش کنن. یا مثلا بحث سر پول و موفقیت مالی تو رابطه، اینکه چقدر مهمه، کی باید تلاش کنه، اینا نشون میده زیر اون لایه اول دیدگاه‌ها چقدر متفاوته. و همین تفاوت‌ها هم انگار سریع میرسه به تنش و درگیری. نمونهش همین علی و ماهراخ. اولش یه جرقه، یه کششی هست، ولی خیلی زود. ماهرخ میگه علی دنبال نمایشه، خود نمایی میکنه. علی هم میگه ماهرخ پرخاشگره. سریع به هم برچسب میزنن. و جالبه بحثشون میکشه به چیزایی مثل ایمان فعال که حالا هر معنی که براشون داره انگار یه جور تعهد عملی تو رابطه منظورشونه. آره، یا استفاده از کلمه‌هایی مثل شعور که نشون میده چقدر قضیه شخصیه براشون. این یعنی تو اون محیط بسته هر حرفی، هر کلمه‌ای یه وزن سنگینی پیدا میکنه انگار. سوء تفاهم‌ها خیلی سریع بزرگ میشن. یه کانون تنش دیگه هم اون ماجرای نگار و فرشاد و ترانه بود. آره، با اومدن ترانه به عنوان مهمون جدید و اینکه فرشاد رو برای دیت انتخاب کرد. فرشادی که پارتنر نگار بود، سریع یه مثلث حسادت و کلاکل شکل گرفت. بعد اون ماجرای معرفی فرشاد به عنوان نکس نگار، یعنی نفر بعدیش یا سابقش، یا اون بحث سر این که فرشاد نظر داده در مورد بدن ترانه. دقیقاً نشون میده چقدر فضا مستعد جرقه و درگیریه. و این حساسیت بالا رو جای دیگه هم میبینیم، مثلا دعوای نگار با سیاوش سر اون سگه و لباسش. آره، یه اتفاق خیلی خیلی کوچیک یهو تبدیل میشه به یه دعوای تمام عیار. این به ما میگه که احتمالاً سطح استرس و فشار اونجا خیلی بالاست. آدما انگار رو لبه تیغ راه میرن. و یه چیز دیگه‌ای که خیلی به چشم میاد قضاوت کردنه. خیلی سریع و راحت همدیگر رو قضاوت میکنن. آره، برچسبایی مثل فیک یعنی غیر واقعی، یا بچگانه، یا دنبال جلب توجه، اینا خیلی راحت رد و بدل میشه. و خب غیبت کردنم که انگار بخش مهمی از ماجراست. گروه میشن و پشت سر هم حرف میزنن. شاید اینم یه جور راه برای کنار اومدن با اون فضاست. یعنی وقتی فضا رقابتیه و پر از تنشه، شاید قضاوت کردن یا غیبت کردن یه راهیه برای پیدا کردن متحد یا حس امنیت. راستش با دیدن این همه تنش، رقابت، سوء تفاهم، قضاوت، آدم از خودش میپرسه هدف اصلی چی بود؟ یعنی واقعاً پیدا کردن عشق ابدی تو همچین فضایی ممکنه؟ سوال خوبیه. یادم خود علی هم یه جا میگه شاید بهترین چیزی که از اینجا بشه برد یه دوست خوبه.
نه لزوماً عشق ابدی. شاید این واقع بینانه ترین حرفیه که زده میشه اونجا. به نظر میرسه این حجم از درگیری و رقابت خب خیلی محیط ایدئالی برای عشق عمیق و پایدار نیست. بیشتر شبیه یه آزمایشگاه روابط تحت فشاره. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم دیدیم که چطور اون ایدئال‌های اولیه‌ای که گفته میشد تو برخورد با واقعیت‌های برنامه و فشارها کمرنگ شدن. و دیدیم که تعارضها، حساسیت‌های زیاد و قضاوت‌ها نقش خیلی مهمی تو شکلگیری روابط و دینامیک گروه بازی میکنه. هر کسی هم انگار یه روشی برای خودش داره تو این بازی. و این ما رو میرسونه به یه سوال پایانی برای شما شنونده ها. آره، سوال اینه که به نظر شما روابطی که اینجوری زیر ذره‌بین توی محیط رقابتی و کنترل شده مثل یه برنامه تلویزیونی شکل میگیرن چقدر میتونن واقعی باشن؟ چقدر میتونن شخصیت واقعی آدما رو نشون بدن؟ و آیا این احساساتی که میبینیم واقعیه یا فقط بخشی از بازیه برای موندن تو برنامه و شاید جلب توجه؟ یه چیزی که میشه بهش فکر کرد. اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد پس حتما ما رو سابسکرایب کن. میبینیم تو قسمت بعدی. فعلا خداحافظ.